به موهامون برسیم، به صورتمون برسیم، بعدش باهاتون حرف دارم. بله این شکلی رفتی موهامون برسیم سراغ این طرف. اینم از این سمتش. سلام ننوچیای من، حال شما؟ میخوام یک قسمتی از ولاگ امروز که دارین میبینین و به یه چیت چت و یه صحبت خودمونی و دلی با شماها اختصاص بدم. واسه همینم قراره براتون یه چیزی رو تعریف بکنم، یه مسئله‌ای رو میخوام باز کنم. قبلش باید ببرمتون به 2 هفته آخر مهر که شروع این داستان. هفته آخر مهر یادمه که من ویدیو نذاشتم. حالا اگه بعضی از شما یادتون باشه 2 هفته آخر مهر گفتم که نمیتونم ویدیو بذارم. حالا دلیلش چی بود؟ واقعا اون 2 هفته حالم بد بود، سرما خورده بودم. هفته دوم که دیگه علائمش رو بود بازم و بهتر بودم، ولی بازم نتونستم یه ویدیو خوب با کیفیت براتون درست کنم. حالا این 2 هفته که من ویدیو نذاشتم مثل این میمونه که تو یه روندی رو اینطوری پیوسته خیلی خوب در پیش میری، هفته یه ویدیو میذاری، بعد اینجا میافتی یه مدت 2 هفته هیچ ویدیویی نمیذاری. این که دوباره بیای بالا و دوباره بیای روی این روند پیوسته یکم کار سختیه. یعنی کانال یوتیوب من از اول شهریور ماه 1403 که من کانال رو زدم تا اون موقع هیچ پیشرفتی نکرده بود. اینقدر پیشرفتم کوچیک بود که اصلا به چشمم نمیومد. واقعا سختم بود بخوام دوباره ویدیوی بعدیمو بزنم بعد از 2 هفته نذاشتن تو هفته سوم. یکی به خاطر اینکه سختم بود که بیام رو روتین، یکی به خاطر کمالگرایی و یکی به خاطر نام. یعنی خلاصه آقا من همینطوری یه روز سه‌شنبه بود بیدار شدم، از صبح داشتم که اوکی ولاگ بگیر و مطمئن بودم که نتیجه نمیگیرم. یکی به خاطر اینکه کلا تا اونجای کار هر چقدر تلاش کرده بودم تو یوتیوبم رشد نکرده بودم. ناامیدی واقعا سمه و برای آدمایی که این عادت دارن که زود ناامید بشن، یعنی به خودشون باور ندارن، زودی خودشون رو میبازن، زودی ناامید میشن، این آدما واقعا کارشون سخته تو زندگی. چه بسا جاهایی بوده، موقعیتایی بوده، فرصتایی بوده که اگه یکم دیگه ادامه میدادن، یکم دیگه به خودشون باور داشتن، میتونستن به موفقیت برسن. الانم یا میدونن که اونجا به خاطر اینکه ناامید شده ادامه نداده به موفقیت نرسیده، یا نمیدونه ولی بعد اگه یه روزی بفهمه کلی افسوس میخوره. الان شاید این حرفا رو که زدم تو هم خودت یاد موقعیتی توی زندگی افتادی که اینطوری به خاطر اینکه ناامید شدی از یه جای خودت رو باختی و ادامه ندادی و اون نتیجه دلخواهت نرسیدی. شاید میرسیدی، شاید با یه ویدیو دیگه میرسیدی، شاید با یه تلاش دیگه، با یه قدم دیگه میرسیدی، اما اصلا توانایی که اون قدم دیگه رو برداری نداشتی چون ناامیدیه اون توانایی رو از تو گرفته. جایی هم که مطمئن بودم که این ویدیو هیچ پیشرفتی قرار نیست بکنه، یعنی قشنگ مطمئن بودم اصلا نمیرفتم چک بکنم. مثلا من تا شاید 2 تا ویدیو قبلی تا ویدیو رو میذاشتم اما 10 دقیقه یه بار میرفتم چک میکردم. روز بود یک شنبه، یعنی فکر کنم من اینو جمعه شب آپلود کردم، یک شنبه دوستم برام یه وایس داده بود، گفته بود که تو 21 اکتبر قرار بود به 21 سابسکرایبر برسی، رسیدی و تبریک میگم. بعد من گفتم اشتباه شنیدی، گفت 21 اکتبر نگفت 21 سابسکرایبر. آخه غیر ممکنه ما 21 سابسکرایبر بشیم. حالا قبلش چند تا بودم؟ نزدیک فکر کنم 10 تا 12 تا بودم روز جمعه قبل اینکه اون ویدیو رو آپلود کنم. بعد وقتی گفت 21 اینطوری بودم که نه بابا اشتباه شنیدی. یعنی انقدر مطمئن بودم که این اتفاق نیفتاده و من پیشرفت نکردم که گفتم اشتباه شنیدی. این همه رو گفتم، این داستانا رو گفتم که برسم به اینجا. بچه‌ها خودتون رو دست کم نگیرید. دیدی مثلا فکر کن اینطوری تصور کن که یه کوه سنگلاخیه، تو داری توی دل این کوه، یعنی در واقع همون معدن میکنی که برسی به یه گنج، به یه الماس. بعد تو اینطوری که آخرین ضربه و کلنگی که باید بزنی رو نمیزنی چون ناامید شدی، به خاطر اینکه از صبح تا داری میکنی و به جا نرسیدی. بعد ناامید میشی و نمیزنی، در صورتی شاید پشت همون یه دونه ضربه اون الماس باشه. نمیگم ناامید نشینا، چون اصلا غیر ممکنه حس میکنم اینا که میگن ناامید نشین نمیشه، ولی نذارید ناامیدی روتون غلبه کنه. یعنی وقتی که ناامیدی بازم اون یه دونه کلنگ دیگه رو بزن. مثلا من اینطوری به خودم میگم خسته‌ای انجامش بده، ناامیدی انجامش بده، ناراحتی انجامش بده،
سر شلوغ انجامش بده، خوابت میاد انجامش بده. نذار روی خود اون ناامیدی، کمالگرایی، احساس کم بوده و خود کوچک بینی غلبه کنه. وقتی میگم غلبه کنه یعنی چی؟ یعنی ببین تو فکر کن من صرفا الان ناامیدم و این احساس ناامیدی رو دارم. خب این اوکیه، هممون آدمیم، انسانیم و این احساسا رو داریم. احساس ناامیدی یه وقتایی برامون پیش میاد، برای هممون این اوکیه. اما وقتی یه چیزی، یه احساسی مثل ناامیدی، مثل کمالگرایی روی تو غلبه میکنه، غلبه یعنی چی؟ یعنی فکر کن مثلا موشه سرآشپز بود نشسته اینجا، موهای تو رو گرفته اینطوری میکشه. یعنی روی اعمال تو قشنگ نظارت داره. هر عملی که انجام میدی، هر کاری که میکنی، اون چیزی که اون میخواد. این موشه که چندشم شد نشسته این بالا اینطوریه که نمیدونی من چقدر از موش بدم میاد. میخوام بگم که وقتی ما میگیم به تو غلبه داره، یعنی تو هر عملی که انجام میدی، هر رفتاری که انجام میدی بر اساس اون چیزی که اون میخواد. یعنی که تو دیگه نه یه ویدیو دیگه بذاری و یه تلاش آخری نکنی برای هدفت، برای اون چیزی که تو مسیر دنبالشی. این نشون دهنده اینه که ناامیدی رو تو غلبه کرده و داره بهت میگه این کارو نکن. چرا؟ چون من که ناامیدم، مطمئنم که قرار نیست به جایی برسم. وقتی ناامیدی رو تو غلبه نداشته باشه، اون کارو انجام میدی و خدا رو چه دیدی؟ یه خودی با همون قدم آخر قرار پیشرفت کنی. این یه نکته است که می‌خواستم بهتون بگم. یه نکته دیگه، پیشرفت‌های کوچیک خودتون رو ببینید. ببین مخصوصا وقتی کمالگرایی داری و اینو دارین از کسی میشنوین، من که یک آدم، ببخشید دور از جون شما، سگی کمالگرا می‌خواستم شدتش رو بهتون بگم و بودم سگی کمالگرا بودم. الان گربه کمالگرا الان گربه‌ای شده. ببین الان واقعا کم شده، خدا رو شکر. پس بذار خیالت راحت کنم، هیچ موقعیتی پیش نمیاد که اون چیزی باشه که کمالگرایی تو توی ذهنت برات ساخته، مجسم کرده که اینطوری که شروع می‌کنی و اگه الان شروع کردی یه موفقیت بزرگ داری تو زندگی که من به کمالگرایی غلبه کردم. درسته من به خودم میگفتم تو هیچ پیشرفتی نکردی از وقتی کانال یوتیوب تو زدی، ولی بیاید صادق باشیم، پیشرفت کردم. من وقتی کانال یوتیوبم زدم 5 تا سابسکرایبر داشتم و تا اون لحظه‌ای که نام بردم 14 تا بوده. شاید واقعا 14 تا عدد بزرگی نباشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما عادت کردیم که بیاد یکی بشینه جلوی دوربین به ما بگه من روزی که شروع کردم 5 تا سابسکرایبر بودم، الان 5 میلیونم. عادت کردیم که عددهای بزرگ بشنویم. اینجا یه دونه پرانتز باز کنم، یه کتابی هست به اسم چگونه کمالگرا نباشی و من این کتابو دارم میخونم، عکسشو براتون میذارم ببینید. این کتاب یه جایش داشت همینو میگفت ما عادت کردیم. کسی نمیاد بگه من 1 کیلو کم کردم، 2 کیلو کم کردم. عادت داریم بیان بگن ما 10 کیلو کم کردیم. دوست داریم عددهای بزرگ بشنویم. این به خاطر اینه که اون کمالگرایی درون ما ارضا میشه. اینطوریه که آها ببین آفرین، یه کاریو که شروع می‌کنی باید یه پیشرفت بزرگ داشته باشی. اگه شروع کردی وزن کم کردن، باید 10 کیلو کم کنی، 15 کیلو کم کنی. من با 2 کیلو کارم راه نمیافته. من از تو انتظارهای بالا دارم. شما اگه توی کار یوتیوب و اینجور چیزا باشین میدونین که یه اپلیکیشنی هست به اسم ویدای کیو که این اپلیکیشن رو خیلی پیشنهاد میکنم برای یوتیوبرها به خاطر اینکه خیلی کمک میکنه. مثلا شما میای یه ویدیویی بذاری، اون کلی به عنوان یه هوش مصنوعی کلی از نقصای ویدیو تو بهت میومد و هدف تعیین میکرد که تا فلان روز تو به فلان سابسکرایبر باید برسی یا با فلان برنامه پیش برو که برسی. بعد هر بار که به این میرسیدم مثل این بود که بهم بخواد حالا یه جایزه بده، یه تقدیری ازم میکرد و دیدی که میگه که میخوای اینو به دوستات شیر کنی، منم دکمه شیر رو میزدم و توی تلگرام توی چنل دیلی اینا رو میذاشتم. برید ببینید تو چنل. اولین پیام برای 5 تا سابسکرایبر و من الان امروز 100 تا. و شاید به کسی بگی اینطوری باشه که خوبه ولی اونقدر چیزی نیست که انقدر براش خوشحال شدی، انقدر براش ذوق کردی، به خاطر اینکه اون آدم جای شما نیست. اون آدم فقط اینو میبینه که تو از 5 تا رسیدی به 100 تا، ولی تو اینو میبینی. نذاشتم ناامیدی رو غلبه پیدا کنه، نذاشتم کمالگرایی روی من غلبه پیدا کنه. من روی کمالگرایی غلبه پیدا کردم. بچه‌ها من توی این مسیر یاد گرفتم کمالگرایی توی مسیر پیشرفتم ازش استفاده کنم. شما به این افتخار میکنی که من تونستم از 5 تا برسم به 100 تا، ویو هام از 45 تا برسه به 1500 تا. میای به این افتخار میکنی که من تونستم استمرار رو حفظ کنم. و پیشنهاد من برای اینکه چطوری نذاری اون ناامیدی و کمالگرایی روی ما غلبه بکنه اینه بچه‌ها برای خودتون بنویسید. بذارین بهتون نشون بدم. من یه دونه دفتر این شکلی دارم، خیلی خوشگله. میدونم ببین اول اینکه نمیدونم واقعا چرا از آخرش شروع کردم. فکر می‌کنم این یکی از اولین و بزرگترین قدم‌های من برای مبارزه با وسواس و OCD بود. از آخر دفتر شروع کردم، دوست داشتم کسی چه. و همچنین توی برگه‌های دیگه که پیشنهاد من اینه که تو برگه بنویسین، چون که دفتر شاید نری سراغش، اما تو برگه بنویسین، بزنین به در و دیوار. مثلا من اینجام دارم نوشتم که رنا تو اراده قوی داری، به افتخار می‌کنم بابت این، اما مشکل تو توی استمراره. رنا استمرار یعنی هر روز انجامش بدی، نه که هر روز به یکسان انجامش بدی. توی هر شرایطی هم که بودی، هر ساعتی هم که بیدار شدی، انجامش بده تا استمرار تو حفظ کنی به نتیجه برسی. برای خودتون بنویسین. حتی میتونین بنویسین یه عکسی رو برای خودتون درست و اینو روش بنویسین و بذاریدش والپیپر گوشیتون، عکس بک‌گراند گوشیتون. هر سری که ببینی ممکنه همون لحظه دقیقاً ممکنه که همون لحظه تو سرت کمالگرایی داره گولت میزنه و اینو که میبینی به خودت میای. یا بنویسی، بزنی به دیوار، بزنی به میز، بزنی به آینه که اینو ببینی. روش دیگه هم که میشناسم اینه که واقعا بریم دنبال درمانش. مثلا یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم، یکی از کارهای کم خرج و کمتر زمان برای که میتونیم انجام بدیم، خوندن همین کتابیه که بهتون گفتم. اگه میتونین بیشتر زمان بذارین، میتونین بیشتر پول و هزینه کنین راجبش و میتونین
و براتون یه کمی حالا شدیدتر و حادتر طوری که واقعا نگران میکنه آدمو، میتونید بریم پیش تراپیست. اینم از این بود خوشگله من. خواستم باهاتون راجع به این موضوع صحبت کنم چون که میخواستم ازتون تشکر بکنم و همین روند رو ادامه بده تا ایشالله برسید همتون به پیشرفت بزرگ و همون پیشرفتی که دوست دارید توی زندگیتون راجع به هر موضوعی که الان راجعش تلاش می‌کنید. اگر اون پیشرفت کوچیکو ببینین روندتون سرعت پیدا میکنه، به خاطر اینکه وقتی تو انگیزه داشته باشی خیلی بیشتر وقت و انرژی میذاری سر اون کار. پیشرفت‌های کوچیکتون رو ببینین، اونا رو ثبت کنین. وقتی میگم ثبت کنین یعنی چی؟ یعنی مثل منی که اومدم اون روند پیشرفتم توی ویدیو کیو رو فرستادم توی کانال دیلی تلگرام. خلاصه که خوشگله من همین کاری که گفتم، این روشایی که گفتم اگر با این مشکلا شما هم روبرو هستین انجام بدین. امیدوارم که هممون خیلی قوی‌تر از ناامیدی و کمالگرایی و احساس وسواس و یأس توی وجودمون باشیم و ما به اونا غلبه کنیم و اونا رو در جهت رشدمون ازشون استفاده کنیم. امیدوارم که ویدیو ادامه داره، ولی این یه تیکه چیت چت براتون مفید بوده باشه. یه بار همینجا بگم که اگر که اینطور محتواها رو دوست دارین، چطوری هم ولاگ هم یه سری صحبت‌هایی توی حوزه توسعه فردی و رشد شخصی و اینجور چیزاست، اگه به این موضوع علاقه دارین من ولاگایی که میذارم همه این مدلیان و اینکه از من حمایت کنین. براتون کلی انرژی مثبت میفرستم که توی همه حالا چالشایی که الان در حال حاضر توی زندگیتون دارین موفق باشین ان و برید شما ادامه بدید ویدیو رو ببینید، منم برم سراغ بقیه کارم. خدافظ. من میخوام برم بیرون. او مای گاد لیدیتون اومد. بچه ها من اینجوری این لباس ها رو پوشیدم، یه بافت پوشیدم، شلوار بگ، شال و اینم منتظرم مامان از بیرون بیاد ازش بگیرم. و کیفم انقدر سنگینه که دیگه لپتاپم برداشتم برم سراغ کارام. بچه ها من یادم رفت ویدیو بگیرم. رفتم شهر کتاب، رفتم توی کافه، یه دونه چاکلت کافی سفارشم هات چاکلته و اسپرسو. بعد اولین بار اون خوردم، چیز خاصی نبود، خیلی هم لذت بود. بعد هیچی دختر نشستم لپتاپ باز کردم، ویدیوی قبلیش یه سری ریزه‌کاری‌ها داشت درست کردم، یه کاری کردم که یکم بهتر پیشرفت کنه و بعد واسه ویدیوهای بعدی و بعدی تره برنامه‌ریزی کردم. بعد یه دور دیگه پایین واسه ویدیوهای بعدی و بعدی تره برنامه‌ریزی کردم و نوشتم، یه ذرم کتاب خوندم دیگه. اینطوری بودم که خب برگردیم. داشتم میگفتم هیچی کارامو کردم و راه افتادم. بعد توی مترو دوباره توی گوشیم داشتم یه سری کار دیگه میکردم، مثلا تامنیل ادیت زدم، دیسکریپشن رو یکم ادیت زدم و درست کردم. خیلی کار من رو بود یوتیوب بود دیگه، همه یه کاری که امروز کردم رو بود یوتیوب بود، اصلا درس نخونم دیگه هیچی. آقا همه این کارا رو انجام دادم، اومدم دم ایستگاه ایستاده بودم مامانم اینا بیان دنبالم. یه لحظه گفتم فیلم نگرفتیم. نایس، یعنی نایس. باید فردا بشینم سر ادیت ولاگم و هیچی ویدیو ندارم که ادیت بزنم.